برای طراحی یک جیره دقیق و تخصصی برای سگ‌ها و گربه‌ها نیاز هست که بدونیم که بدنشون چطوری کار میکنه. گربه‌ها به عنوان گوشتخواران اجباری بدنشون برای استفاده از گوشت طراحی شده. دارای دندان‌های بسیار تیز و برنده، طول لوله گوارش کوتاه و فاقد آنزیم آمیلاز بزاقی هستند. البته به مقدار بسیار کمی آنزیم آمیلاز پانکراسی بر بدنشون ترشح میشه که میتونن به مقدار کمی از کربوهیدرات‌ها استفاده کنن. در عوض سگ‌ها به عنوان همه چیز خواران طبقه بندی و دسته بندی میشن و دارای دندان‌های آسیایی بیشتر، طول لوله گوارش بلندتر و دارای آنزیم آمیلاز بزاقی هستند که نسبت به گربه‌ها با توجه به داشتن این آنزیم میتونن از کربوهیدرات‌ها جهت تأمین انرژی مورد نیاز بدنشون استفاده بیشتر و بهینه‌تری ببرن. به زبان ساده‌تر میتونیم بگیم که گربه‌ها برای تجزیه گوشت طراحی شدن و سگ‌ها برای سازگاری با انواع خوراک‌ها. توجه و دقت به این جزئیات پایه اصلی و اساسی جیره‌نویسی تخصصی سگ‌ها و گربه‌ها است. در ادامه بیشتر در مورد آنزیم‌هایی که با هم در موردش صحبت کردیم صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از اینکه با من همراه هستید.